بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین نون والقلم و ما یسرون. جناب وزیر صاحب محترم معارف، خانم یعقوبی، خواهر نهایت گرامی و دلسوز ما محب صاحب، خواهر گرامی ما عمر صاحب، والدین شهید فاطمه خلیل، استادان گرامی، کودکان نهایت عزیز، تحمل کنندگان محترم، حضار گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید. امروز جای بسیار افتخار است که ما شاهد افتتاح یکی از مهمترین نهاد تعلیمی که برای آسیب پذیرترین قشر جامعه اطفال معلول هستیم می باشیم. این مکتب، افتتاح این مکتب یک گام بسیار مهم و نیک است که در قدم اول ما به اطفال نازنین، والدینشان، به والدین شهید فاطمه خلیل، به اعضای بورد ECI Enabled Children Initiative، به استادان گرامی، تحمل کنندگان گرامی و بالخصوص خواهر گرامی ما خانم محب تبریک میگویم و از توجه خاصی که اینا به این قشر نهایت محترم دارن از صمیم قلب اظهار سپاس و تشکری میکنم. من نیز افتخاری عضویتی، افتخاری بورد مشاورتی این نهاد ECI چندین سال است که دارم. امروز جای بسیار خوشی است برای ما که ما شاهد افتتاح همچین یک گام بسیار مهم در تاریخ افغانستان هستیم و انشالله آرزو داریم که در آینده های بسیار نزدیک ما شاهد افتتاح پروژه های بزرگتری دیگی از این نهاد باشیم. نامگذاری این مکتب در حقیقت دفاع از حقوق بشر، فکر و اندیشه شهید فاطمه خلیل است که آرمانهایشان توسط این مکتب انشاءالله طوری همیشه زنده خواهد ماند. روحشان شاد و خاطرشان ماندگار باد. با والدین شهید فاطمه خلیل که امروز اینجا تشریف دارن، اول من از صمیم قلب برشان تسلیت عرض میکنم و از شهامت و ادامه مبارزهشان از دفاع از حقوق بشر و اطفال دارای معلولیت اظهار سپاس و قدردانی میکنم. این مکتب در حالی افتتاح می شود که دشمنان افغانستان از تحمل فعالیت مراکز تعلیمی، مکاتب و مساجد را ندارند. آشکارا به اهل دین و دانش دشمنی اختیار کردند. به دلیل اینکه افغانستان دارای مکتب بزرگترین خطر به افراطیت، تروریسم و گروه های تروریستی می باشد. حمله به دانشگاه کابل سال گذشته، حمله به کورس کوثر دانش، حمله به مرکز تعلیمی موحود و حمله وحشیانه اخیر در مرکز سید الشهدا و حمله به خانه خدا در شکردره کابل نشان دهنده این است که دشمنان افغانستان از مسلح شدن جامعه ما به صلاح دانش و تعلیم ترس دارند. ما طور خلاصه از این تریبون میخوایم استفاده کنم و اعلان بکنم که
امروز ما بزرگترین فرصت را برای آوردن یک صلح با عزت به افغانستان داریم. بعد از اعلان خروج نیروهای ناتو از افغانستان دیگه هیچ بهانه‌ای برای ادامه جنگ، برادرکشی، افغان کشی و مسلمان کشی نیست. از طالبان ما جدا خواهش میکنیم که به میز مذاکره بیاین، اختلافاتی که ما داریم از طریق میز مذاکره حل بکنیم. جنگ برنده‌ای ندارد و صلح بازنده‌ای. در اخیر یک بار دیگر از اعضای بورد ECI، از والدین شهید فاطمه خلیل، از شاگردان محترم، از والدینشان، از استادان گرامی و بالخصوص از خواهر گرامی ما که اینجا تشریف دارن، محب اظهار سپاس و تشکری میکنم. به آرزوی یک صلح با عزت، پایدار و عادلانه به کشور عزیز ما افغانستان و من الله توفیق. تشکر.